تو بستم شما دارین یک دیگه ویدیو منو میبینین. بچه ها معذرت میخوام، برای خیلی چیزا معذرت میخوام، این که چند وقت نتونستم ویدیو بذارم چون الان خودم یه روز بد حالم و مریضم. یه هفته پیشم مامان بزرگم فوت کرد و سر همین مراسم و اینا بودیم دیگه نتونستم ویدیو بذارم. معذرت میخوام ازتون. اومدیم با یه ویدیو انیمه دیگه. میخوایم همه 9 تایتان اصلی که یه جورایی میشن 8 تایتان رو بهتون بگم، براتون توضیحاتشو بگم و همین چیزا. بچه در واقع 8 تا تایتان اصلی داریم، اون یه دونه دیگهش تایتان خالصن دیگه، یعنی همون جوری که معمولی هست، تایتان معمولی یکی از دستاش. 8 تایتان دیگه: تایتان اول، تایتان عرابه یا باربر یا هرچی که شما دارندش پیکه. این تایتان به خاطر اینکه یکی از خصوصیات خوبش به خاطر همینه که خیلی خوبه. خصوصیت خوبش که میتونه شخص مورد نظرش حتی چند روز تو شکل تایتانی بمونه، با اینکه هیچ انرژی ازش کم نمیشه. بعد مشکل اصلیش اینه که تایتان عرابه اگر زخمی بشه، فردی که دارندشه خیلی کندتره، درمانش خیلی سخته، سرعت بالایی داره، میتونه اجسام حدودا سنگین رو جابجایی کنه. ما دارندش هم گفتم که پیکه. اینم بچه ها هر تایتان چند تا تایتانی که شبیه اون بودن، یعنی هم چیزش بودن و وارث قبلیشو نشون میده. پیک وسطی و اون دوتا دیگه که اسمشو نمیدونم، تایتان باربر هستن. و تایتان باربر یه خاصیتی که داره، میتونه صحبت کنه در زمان تایتانیش، که این فقط تایتان کمی این قابلیت رو داره. میریم سر تایتان بعدی. تایتانی نیست چون تایتان آرواره. تایتان آرواره جزو تایتان خیلی خفنی که منم دوستش دارم. میتونه هر چیزی رو تیکه تیکه کنه، حتی سخت سازی رو میتونه بشکونه. دارنده فعلیش چیز بود اسمش یادم نمیاد، حالا به احتمال زیاد یادم نمیاد. تایتان آرواره سرعت بالایی داره. یمیر وسطی اون برم که کسی بود که دارنده قبلیش بود و اونم چی بود اسمش؟ فلو؟ نه بچه ها، من اسمشو یادم رفت، حتما بهم بگین تو کامنت ها. و سرعت بالایی داره، قد کوچیکی هم داره، بخاطر همین میتونه از دستش دشمنش فرار کنه. و اینکه گفتم بهتون که آرواره خیلی قوی داره. و اینکه این تنها تایتانیه که همین تایتان فعلی آرواره تنها تایتانی بودش که میتونست پرواز کنه، خیلی باحال بود. تایتان بعدی تایتان نیست چون تایتان مؤنث یا تایتان زن. دارنده فعلی آنی لئونهارد و میبینی تصویر از تایتان مؤنث قبلی هم. و این تایتان سخت کنندگی بالا زیادی داره و میتونه سریع خودشو سخت کنه و توی مبارزه هم خیلی قویه، ضربات خیلی محکمی میتونه بزنه و هر جای بدنش شو مثلا سر مبارزه هم میتونه پای خودشو سخت سازی کنه و بزنه تو دل یارو. تایتان بعدی تایتان نیست جز تایتان غولاسا. بچه ها این تصویر شکاکه، وسطی برتولت قبلی، تایتان غولاسا رو قبلی. سمت چپی آرمینه، همونی که کچله، آرمینه. سمت راستیش ارنه. ارن دقیقا نمیشه گفت، ولی این تبدیل به تایتان غولاسا شده دیگه. میبینید
تایتان غولاسا هم میتونه خودش بخاره خیلی عظیمی درست کنه، هم خیلی بزرگه در حدی که سرش از دیوارها رد میشه و سری میتونه با بخاره که بیرون میاره سری میتونه حریفاشو گمراه کنه. تایتان بعدی تایتانیسوس، تایتان وحشی یا تایتان حیوانی، همچین چیزایی. این تایتان هم مثل تایتان عرابه میتونه حرف بزنه. دارنده فعلی زیک و دوتا تایتان دیگر رو میبینید. زیک بعد این قابلیتی داره بچه ها، شخص قبل از این که تایتان شه هر حیوانی که دوست داشته باشه تبدیل به اون تایتان میشه. یعنی چی؟ یعنی زیک اگر عکساشو دیده باشید تو دوران بچگی عروسک‌های میمون و اینستا داشت، تبدیل به میمون شد. بعد زیک میتونه پاراجورا رو برداره، سفتشون کنه و پرت کنه مثلا به دیگران. حالت منجنیق هم داره. تایتان بعدی تایتان حمله است. بچه ها تایتان حمله 3 وارثاشو من میدونم. سمت چپی ارن کروگره با موهای قهوه‌ای، وسطی ارن یگره و راستی گریشا یگره که هر 3 تاش رو هم تایتان حمله رو داشتن. دارنده فعلی تایتان حمله هم ارنه. ارن خیلی ازش خوب استفاده میکنه نسبت به بقیه. هم قابلیت سخت سازی داره ولی نمیتونه حرف بزنه، سرعت بالا، عملکرد حمله‌ای و چیزی که با تمام تایتانا فرق داره، قابلیت مخصوص تایتان حمله اینه که میتونه وارثان قبلی آینده وارثان بعدی رو ببینن یا برعکس وارثان فعلی میتونن آینده وارثان قبلی رو ببینن. خیلی خفنه، میتونه آینده بینی کنه. به خاطر همین بود که ارن خیلی چیزا رو باش فهمید، یا گریشای یا ارن کروگر فهمید که صاحب بعدی ارنه و ارن خیلی کار کرد، خودش تکی نصف مالیو ترکون و با کلی از تایتان جنگید و اینا. تایتان بعدی تایتانیسوس، تایتان زره‌پوش. تایتان زره‌پوش قابلیت سخت سازی فکر کنم داشته باشه، سرعت بالا، زره‌هاش خیلی قویه، با شمشیر که نمیشه زد، ضربات هم نمیشه دریافت کرد، ضرباتی هم که با مشت میزنه اونقدر بهش کارساز نیست. در صورتی که از اون بمبای انفجاری بزنی به پشتش تایتان کش، اونجوری میمیره، اونجوری زرش نابود میشه و سرعت بالایی داره و دارنده فعلیش هم چیزه. بچه یه دست با من کار دارم الان میام. بچه من اومدم، کارم داشتم. دارنده فعلیش هم راینره و خیلی خوب ازش استفاده میکنم. تایتان بعدی و تایتان آخرمون، قوی ترین تایتان، تایتان بنیانگذار یا تایتان مادر. سمت چپی اولین تایتانه، مادر تمام تایتان ها سمت چپی، یعنی ymir. اون قوی ترین تایتان بود، مادر تمام تایتان ها. وسطی هم یکی از خاندان سلطنتی بود و سمت راستی هم ارن. باز ارن تونست با تایتان مادر 80% بشریت رو بکشه و اینکه تایتان مادر میتونه تایتان ها رو میتونه درست کنه، یعنی خودش هم میتونه به تایتان دیگه تبدیل شه، هم میتونه تایتان دیگه رو کنترل کنه. ولی
نقطه ضعفی وجود داره. نقطه ضعفش اینه که اگر کسی مثل ارن این تایتان مادر شه، باید با یکی از خاندان سلطنتی تماس داشته باشه یا با اون تماس داشته باشه تا بتونه تبدیل شه به تایتان مادر و یا نه نمیتونه. و رسیدیم به آخر ویدیو. ممنونم که این ویدیو رو دیدین. این بچه ها درباره این 9 تایتان اگر در آخر داشته باشین دیگه هیچ وجودی ندارن دیگه. ارن با کاری که کردش دیگه هیچ تایتانی نداریم دیگه، تموم شد. ولی فکتایی هست که میگه ادامه داره، یعنی این چرخه دوباره تایتان بود گذار به دنیا میاد و کار ارن یه جوری بی نتیجه بود. حالا اگر میخواین فکتاشم تو ویدیوهای دیگه بهتون میگم. ممنونم که ویدیو رو دیدین. حتما لایک و سابسکرایب کنید این و زنگوله بغلش هم بزنید تا زمانی که من ویدیو میذارم اولین نفری باشین که بتونین ویدیو رو ببینید. تا ویدیوهای دیگه، گودبای.